هاگی خب فیلم کن. برو آسانسور. برو. سلام بچه، خیلی خوش اومدین به فن گیم پاپی پلی تایم 5 که انقدر خفن ساختن ترکونده که بهش حتی پاپی پلی تایم چپتر 5 اصلی هم میگن. من دلم خیلی برای این کوچولو تنگ شده بود. هاگی واگی وای حاجی چه خاطراتی باش گذروندم. تو ویدیو قبلی 12 دقیقه یکیشو تمام کردیم ولی 2 3 4 شو بازی نکردم هنوز. 5 هم که نسخه اصلیشی قرار خیلی بهتر کنه تو 2026 عرضه میشه که زمان زیادی نسبتا. خب بریم شروع کنیم. نیو گیم کانتینیو زده، من نمیدونم برای چی کانتینیو زده. خب بازی از اونجایی شروع میشه که میفهمیم پاپی یعنی هاگی واگی زنده است که آره دیگه هاگی واگی زنده است و اینکه میگه دم در قشنگ کابوسه یا واقعیه. ولی من اینطور که میبینم 100% واقعیه. خب شروع میشه بازی. خب اوی حاجی گرافیکش خیلی خفنه، قشنگ شبیه پاپی پلی تایم، اصلا نگاه تغییر ندادن گرافیکش. فن گیمه ولی دیگه یه سری باگایی داره دست رو نگاه کنی ولی خب بازم خوبه. الان باید چیکار کنیم؟ افتادیم اینجا. خبر خوبی نیست نسبتا. فقط باید بیایم اینجا. بله حاجی نسخه قبل بازی نکردم. من نمیدونم واقعا دارم اینو چطوری بازی میکنم. این 100% دست آبی رو بذاریم دیگه. حاجی بعدی گرافیکش عجب خوبه. بذار ببینم من تفنگ و اینا داره. اوه این که برای پرش بود 3. اوه تفنگ منوس هست. خیلی خفن ساختن نسبتا بازیشو. خب بیا بریم. خب اوکی دیگه. چقدر ترسناک کردن اینا. یا خودش چقدر اینجا جنازه است. حتی داستان این جنازه ها نمیدونم، اگه میدونی بهم بگین. خب با این یکی عوض کرده تنظیماتش تو این گرافیکش گاده. راجع هرچه گرافیکو میبینم. خب بعد یکی از این دوتا راه بریم نه باز نمیشه. اینم که باز نمیشه. بعد بیایم اینجا دیگه در آخر. خب میگه باید یه راهی پیدا کنیم تا اون چیزو شارژ کنیم. اگه شارژ نمیشه این. خب این یکی رو بزنیم پر کنیم. خیلی خفنه. باز نشد. خب اینو باید شارژ کنیم دیگه. الان از این بهتر نمیشه. بچه کلی دنبال راه حلش گشتم آخر پیداش کردم. بریم که داشته باشیم. آره دیگه اینو باید شارژ کنیم همش دیگه. حاجی خیلی راحت اصلا آسون. خب از اینجا بعد میرفتیم دیگه. حاجی عروسک کتنپه. اوه چرا خفن. اینجا کاری نداریم. اوه حاجی محیطاش خیلی ترسناکه و خیلی خفنه. میشه را؟ من که نمیدونم چون میترسم بمیرم. حاجی باگی که داره دستاش خیلی یه جوری حرکت میکنه ولی خب درست میشه دیگه. تو 5 اصلی هم بیاد بازی میکنیم. جنازه ها رو نگاه کن تو. اینا کی کشته؟ خب هاگی خب فیلم کن. برو آسانسور. برو حاجی آسانسور رفت بالا. اوی حاجی هاگی واگی بود. آخرین میاد بالا. حاجی نیاد بالا خدایی. خیلی چیزه. من چیکار کنم؟ اوه من برق داره. من که باز نمیشه. هاگی واگی نیاد بالا. حاجی خیلی دیگه فشت. وات داهل اینجا من برق نداره. بابا اینجا من باید چیکار کنم؟ بابا اصلا نمیشه. اوه این باز شد. اینجا چیزی نداره. حاجی هاگی واگی رو دیدی خیلی خفن بود اونجاش. چون اول بازی هم نوشته بود که نه هم یه آرزویی داشتیم تو چیزا که مثلا آرزو داشتم اون 10 سال پیش کاری که با من کردی و با تو بخوام تیکت کنم که بعد دیگه هاگی واگی بعد انتقام 10 سال پیش رو از ما بگی. یعنی ما 10 سال تو این کارخونه کوفتیم. آقا واقعا 10 سال زیاده. او از اینا بذار بگیرمش.
حالا شد حاجی خیلی گرافیکش. خب منبع برق رو برمیداریم بعد از پس برد اینا رو که نمیدونیم. خب بریم یو بچه ولی خیلی خفن درستش کردم واقعا. بذار اینجا باز شد بالاخره. آجه واقعا قضیه این جنازه رو متوجه نمیشم. اینجا چه؟ بابا لعنت بهش گفت شد در. من کجا باید برم؟ خب در این چیز دیگه هم داره؟ احساسم چیز دیگه هم داره. آجه واقعا خیلی گیج کننده از اینا. خب قبل اینو با ای برمیداشت بعد بزنیمش اینجا. کجا اصلا تب داریم ما؟ وای حاجی فنگیمه دیگه. چیز اینجاست فقط باید بزنیم اینجا. خب ما باید با چی اینجا بزنیم؟ 4 قوام داره این نسخه حتی. ما باید با چی اینجا قرارش بدیم؟ ایو میزنن نمیشه نمیده توش این چیزه. وای حاجی بعد مدت فهمیدیم این باگ بوده. اینی که ما رو 2 زنجیر آورده از اونجام کنده میشه و به فنامون میده حسابی. من دوباره برگشتم عقب برای اینکه بتونم محله رد کنم. خب با ایه دیگه باز شد. حاجی اینجا چقدر وای فکر کنم دیگه لازم باشه. واو نه از اون چیزا حواسم نبود. خب اینجا رو روشن کنم یه ذره. شما حتی زیرنویسش رو براتون میکنم دیگه. خودم میخونم فعلا. اینجا خیلی داستانی دیگه. Do you see that door with 2 batteries? They say there's a lot of food behind it, but we can't open it. الان این کیه داره حرف میزنه؟ But we couldn't. I don't want to force you, but we're hungry, so hungry. حرف یه نفری هست که متوجهش نمیشه. خب هد خب اوکی اینو باید برداریم. خب من چیکار کنم؟ من این چیزو باید روشن کنم. باشه خیلی محیط تاریکی داره. سیمه اوه چقدر آسون. اینقدر آسون بود. اینو برمیداری. خب این یکی به کجا راه داره؟ اوه خوشی چقدر پیچیده است. این یکی هم به اینجا راه داره. چقدر سیمه پرد شد. اینو از اینجا باز میکنه دیگه. واجی این چیزا خیلی ترسناک میکنه محیط بازی خوده. وات دار این باز میشه. این باز میشه. یکی بعد باز شد دیگه. باز شد یکی دیگه. نه باز نمیشه. این هم که هیچی نیست. این اصلا این خب واجی چه محیط ترسناکی داره اینجا. اصلا این کارخونه بر چه انقدر بزرگه؟ بچه ها رو تدریج شدن. خب کارت نگاه کن. لایت من بچه هاتی خاموش شد. من با این بعد بریم بالا دیگه. دیگه زیرنویس نیورد. آقا دیگه زیرنویس نیورد. چون فنکه این بعد این محیطش اوه رسیدین 2 ساعت هم توی کنم. سروایو بابا من چیزم نیست الان. بذار ببینم چی؟ بابا مجبور شدم. دیدین که باگ خورده بود دستم نیومده بود. بچه دوباره مجبور شدم بیام اینجا. خیلی مرحله‌اش واقعا چیزی. اینجا باید تفنگ میگرفتیم دیگه. اسپویل شد. بابا تفنگ رد ردمشن باشد. خب بمیر میگم. بابا چون نمیرن بابا. اینو من نمیتونم. اوه بچه ها من تا اونجا خب رفتم میرم چرا این تفنگم کار نمیکنه. فهمیدم که کلا بازی تا اونجا بود اصلا. وای خیلی اوضاعش بد بود. نمیتونست اونا رو بزنیم بکشی. در گفتن بودن که بقیه‌شو بعدا میسازن. آخه به چه دردمون خورد الان؟ یه پارت اصلا یه پارت هم نبود اصلا. آگی واگی فقط ما تو آسانسور دیدیم با اول بازی. الان به چه دردمون خورد؟ واقعا متوجهش نشدم واقعا.
بدترین فن گیمی بود. نه گرافیکش واقعا عالی بود، واقعا گرافیک عالی داشت که از نظر خودم باید دموی چیزم بدن، دموی خود پروپریتری هم بزن و بازی واقعا سبک بود که در حدی که 104 FPS میداد که خیلی عالی دیگه. لغت آلترا و 2K و اینا DLSS هم داره، اصلا DLSS هم داره. این که دیگه خب بعد من منتظر ساخت فنگیم ادامش نیمونه، اینم دنبال چیز نسخه اصلی که 2026 میاد. بله هم منتظر مونیم دیگه. تا ویدیو بعدی بدرود.